علیکم بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و با دیدن این ولاگ متفاوت من حالتون بهتر بشه و انرژیاتون بیاد بالا. خب بچه ها بگین که من این سری چیکار کردم. این سری رفتم از یه سایتی یه خریدی کردم که اصلا نمیدونم این خریدی که کردم چی هستش. یعنی یه پولی دادم، یه باکسی خریدم که توی این باکس اصلا معلوم نیستش که چیزایی به درد بخور هست یا چیزایی به درد بخور نیستش. و اولین میستری باکسمون رو میریم که شروع بکنیم. بچه من مبلغی که برای این باکس دادم $200، ولی فیدبکی که داشتش فیدبکی که داشت 80% مردم مثبت بهش داده بودن. یعنی اینکه اگر که سود آنچنانی نکنی، یعنی بیشترش روی سود بوده، ولی اگر که سود نکنی حداقل باخت آنچنانی هم نمیدی و این خیلی بازی هیجان انگیزیه برای هممون. من خودم خیلی هیجان داشتم. اینم باکسمونه، ولی نمیدونم چرا اینقدر سبکه. بازش کنم ببینیم چه، ولی خیلی سبکه. امیدوارم که بچه ها حداقل اگر که سود نکرده باشم ضرر آنچنانی هم نداده باشم. خیلی سبکه آقا، قبول نیستش. خدایا باخت نداده باشیم، سود باشه حداقل. از یه ایالت دیگه اومده. تقریبا فکر کنم یه هفته طول کشیدش، اگر که اشتباه نکنم یه هفته طول کشید که این باکس سبک به دست من برسه. ولی سبک سنگین بودنش دلیل بر این نمیشه که این سود نداشته باشه. Are you kidding me؟ بچه روش که فعلا یه دونه مقوا گذاشتم. خیلی استرس دارم، البته هیجانه ها، این استرسی که دارم از هیجانه. روش که فکر کنیم بچه نصف باکس رو این گرفته بودش. این از این میندازم این پایین. این چیه یعنی؟ میبینین؟ هولدره. البته بعدم نیستش. من هولدر ماشین داشتم خراب بودش. هولدر ماشینه که میچسبه، حالا جلوی ماشین هر جا بخوای بذاریم گوشیتون رو تق میچسبونین بهش. قیمتاشو باید در اینجوری فایده نداره. آیتم بعدی چی میتونه باشه؟ دارم ناراحت میشم. اوه بچه ها اینجا هم زده هم میتونه هولدر باشه، ولی کاری که در اصل میکنه جالبه. صفحه گوشی رو پاک میکنه. اینجوری تک 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 بزنی پاک میشه. این مثلا اگه صفحه گوشیه، این قرمزه رو میکشی رو صفحه، یه جنس مخصوصی هم داره، حالا نمیدونم میبینین یا نه، یه جنس مخصوصیه که برای اتفاقا خیلی به نظر من خوبه. هم برای لپتاپ خوبه، هم برای تبلت خوبه، شاید برای تلویزیون هم خوب باشه. نمیدونم. برای گوشی که عالیه، مخصوصا موهایی که میخوایم چق چق عکس بگیریم. اصلا بازش کنیم ببینیم که چجوری باز میشه. بالاخره در اومد. آخه ببینیم تمیز میکنم. اینه بچه خیلی تمیز میکنه. من یک بار کشیدم. جنسش اینجوریه. اینجوری میذاری. اینم هولدره. آقای پیکو دارن تشریف بیارن. خواهش میکنم پیکو جان راحت باش. یه سلام بده. سلام بچه ها. سلام علیکم. کسی حرف منو انگار. این بزرگه ببین چیه.
جالبه بچه. اینو خیلی خوشم اومد چون اگه اشتباه نکنم رینگ لایته. یه رینگ لایت اینجوری احتیاج داشتم. خیلی کیوت و بامزه است. بچه ببینید این به هر شکلی که بخواین در میاد. کاش قیچیمو پیدا میکردم. چه بسته بندیه، نگاه کنین، شیک و مرتبی داره. ببینید چقدر خوشگله. ببین هر شکلی که بخوای، حتی هر جایی هم که بخوای میتونی نصبش کنی، گوشه میزو، از این صحبت ها و بودو دیگه. خیلی با این حال کردم. انقدر هیجانم رفت بالا برای اینا که گرمم شد. خیلی ولی شیکه، یعنی بسته بندیش قشنگ معلومه که قیمتش شامش از $70 میشه. این عجب میستری باکس هم فکر نکنم چیز بدی باشه. حالا ببین از این همه از یه آیتم خوشم اومده ها. البته این همه نبودش. الان 2 تا قلم در آوردیم، با این میشه آیتم 3. دینگ. خیلی باحاله بچه ها. ببینیم به هر شکلی که بخواین این در میادش. این خوبه. عالیه. و اینکه خیلی هم سفته اینش. این به همه جا خلاصه وصل میشه. هر شکلم که بخواید میشه. تق تق اینجا رو ریموت داره. یه دونه این بیلبلک های گوشی داره. 3 تا رنگ داره. یه دونه سفید داره، یه دونه زرد داره، نوراشو میگم. یه دونه هم انبه مانند داره. نمیدونم اینجاست اگر که میبینید. برای ولاگای حالا برای همه مدله، ولی خب اینجا برای میکاپ گذاشته. این ببینیم چیه. عجب چیزیه. هیجانی شدم بچه. خیلی کار باحالیه. من تا حالا این کار نکردم، ولی خب بیشتر یوتیوبرهای امریکایی دیدم. تو یوتیوبر فارسی بعضی‌ها دیدم که این کار میکنم، ولی که کار خیلی باحالیه. اگه که خوشم بیاد شاید سری بعد پول بیشتری دادم، ولی امیدوارم که باخت ندم. بچه این کیفو نگاه، کیف شیکی داره. ببینین که چیا داره. اینجا نوشته بچه یه دونه سپایه داره، یه میکروفون داره، باز یه رینگ لایت داره. چقدر جالب. اینا خب معمولا میدونن که کسایی که بیشتر این کارا رو میکنن کسایی هستن که برای کارای ولاگا اینا میگیرن. یه دونه هم جا موبایلی داره، ریموت کنترل داره و حالا یه سیمی هم داره. بذار کیف رو باز کنیم. تاتا بچه عجب میکروفونی داره. 1 2 3 میکروفون باحالی داره. بعد این سپایشه. چقدر کیوت. بچه نگاه کنین به مدل‌های مختلف. یعنی مثلا اینجوری صاف وای میسه خب، ولی اگرم بخوای کوتاه‌ترم میشه. این خیلی آپشن خوبیه به خدا برای کسایی که ولاگ میگیرن که حالا باید اینو جای مختلف بزن. یعنی این سایزاش فرق میکنه. چقدر بامزه است. بچه رینگ لایتی که گفتم اینجوریه. احساس میکنم فکر کنم این درست گفتم. آره دیگه این احتمالاً اینجوری بسته میشه. اینم نسبت به کیفی که داره و نسبت به دم دستگاهی که داره فکر کنم یه 70 80 شاید هم واقعا بچه گرونترم باشه. من که نمیدونم درست بستمش نه. این کجا بست میشه بچه؟ بعد روش کار کنم، بلد نیستم. آها اینجوری نصب میشه. دقت بفرمایین.
خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز کارآمدیه، خیلی کیف کردم. و خوبیش میدونی چیه؟ خوبیش اینه که بچه ها اینا همه ریموت دارم هستن، ریموت هم دارن دیگه. بچه ها فکر کنم این کار رو ادامه بدم. خیلی هیجان دارم. سیم این مدلی هم دارم. اینجوریه. این چیزاییه که به احتیاج تقریبا، حالا اونای دیگه نه، ولی این دوتا آیتمش بد نبودش، خوب بود، من خوشم آمد. و ببینیم بازم داره یا نه. چند تا شد؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا. نمیدونم چه، هیچی هم روش نداره. بازش میکنم، امیدوارم به چیز خوب باشه. آخه چه خوبه. بچه چقدر گوگولیه، اینو نگاه کنین. اینم یه رینگ لایته، اگه اشتباه نکنم که به درد چیز میخوره، بالای گوشی. آره خیلی بچه خانما فکر کنم که بدونن، که البته الان آقایونم زیاد چیز میکنن. حالا من الان چون چیزه اینو این بالا میذاری، خودش یه رینگ لایته، یعنی جاهایی که تاریکی دیگه اصلا نمیخواد نگران باشی برای اینکه تاریکه و تو نور نداری. یه رینگ لایت اینجاش هم چه جالب شارژیه، چقدر خوب که شارژیه. به خاطر اینکه وقتی که من قبلا رو گرفته بودم باتری بودش و اصلا اذیت میکرد باتریش. این شارژیه، میزنی این ور شارژ میشه و میزنی روی گوشی. خیلی خوشم اومد. امیدوارم که باکس به این بزرگی $200 شارژر فندکی. آخه نامردا یه آیتم دیگه میذاشتین. بچه ها این چند کاره هستش، یعنی هم شارژر فندکیه هم پریز برقه. ببینین اینجا 2 شاخه داره، هم میتونید توی ماشین ازش استفاده کنی. 3 مدل هم بهش وصل میشه. هم چه جالب USB هم داره. این هم خوبه، بد نیست. دوست داشتم به جای این آیتم یا آیتم دیگه توش باشه. ولی بچه ها واقعا شما هم نظرتون رو حتما به من بگین. من خیلی خوشم اومدش از این، خیلی باهاش حال کردم. خب من این باکس رو 200 بزنیم، تو رو خدا یه چیزی در هیچی نیستش دیگه. $200 فکر نکنم بشه، ولی سود کردم، یعنی سود نکردم. یعنی اگرم یر با یر نشده باشم شاید $30-40 ضرر کرده باشم، نمیدونم. باید برم قیمت اینا رو درارم. ولی خیلی جالب بود، خیلی دوست داشتم. امیدوارم که شما کیف کرده باشین. نظراتتون رو حتما برای من کامنت کنین، چون اگر که نظراتتون مثبت باشه میرم بزرگتر میگیرم، یعنی باکس های بزرگتر از این میگیرم. البته توی این آیتمی که من گرفتم این مثلا لارجش بود، ولی X لارج داره، XX لارج داره. اگر که دوست داشته باشین حتما دوباره این کار ادامه بدم. من که خودم خیلی خوشم اومد، ولی همیشه هم جوری نیستش، امکان داره که بعضی وقتا هم ببریم. منتظر اون روزی هم که بخوایم کلی سود بکنیم. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که ولاگمو ببینین، دوست داشته باشین، ساب کنین، لایک کنین و اینکه حتما کامنت برام بذارین که آیتم بعدی رو سفارش بدم یا نه. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. خداحافظ تا ولاگ بعدی.